تو مپندار که در فکر تنم، یعنی مریض بود. گفت تو مپندار در فکر تنم، نگران سرطان و تنم. او که بیمار شود ما همه، من که بیمار شدم ید بدمم. وطنم از تن من خسته تر است. تو گر بگفتی این شعر بزن. وطنم از تن من خسته تر است. درک کند به مرا سخن. با خدا را به تو سپرم که از غصه خویش لحظه پیش تو هم دم نزنم. من شفا می طلبم بهر وطن، نه شفای بدن خویشتن. خدایا این وطن مأوای مایه، دل و دل داره دل آروم مایه. نمیدون این ولایت را به دشمن، زمانی که حقیقت یار مایه. نمیدان این ولایت را به دشمن، زمانی که حقیقت یار مایه. حساسیت تاریخی پدرم خدا بیامرز افراشته خان تاریخ الممالک بالاخره گریبان من گشتاسپ تاریخ الممالک و برادرم ویشتاسپ را هم گرفت. البته ویشتاسپ چون همیشه بغل گوش پدرم بود وضع درستری پیدا کرد، اما تنها نامه‌ای که در اتریش به دست من رسید از جانوس نوکر وفادار و قدیمی پدرم بود. نامه از این قرار بود: گستاشپ خان، هیچ وقت اسم منو درست تلفظ نکرد، گستاشپ خان، پدرتان مرد، ارث و میراث آماده، فوراً حرکت، غفلت موجب پشیمانی است. باورتون میشه 4200 مایل راه و از اتریش کوبیدم اومدم اینجا و این همه اون ارثیه که به من رسیده. یک کتابخونه پاکستانی گرد و خاک گرفته و این آقای جانوس منو صدا زدین قربان. ویرد. چایتون سرد میشه جناب گستاشپ خان. گشتاسپ. این اسم شما چقدر سخته قربان. صد رحمت به اسم برادرتون ویشتاسپ خان، جناب گستاشپ خان. گشتاسپ عزیزم، گشتاسپ. به هر حال چایتون سرد میشه. نمیخورم. من تا نفهمم اینجا چه خبره و چی میگذره لب به چیزی نمیزنم. ضمناً از شما هم خیلی ممنونم. شما تشریف ببرید این چای رو بردارید ببرید تو آشپزخونه و بعدم از اون طرف برید. یعنی چطوری بگم، برید دیگه، برید تشریف ببرید، یعنی خداحافظ، بای بای. بله نمیتونم. ببخشید من به شما ارث رسیدم.
ارث؟ کدوم ارث؟ مگه نوکرم ارثیه تو این دور زمونه؟ دستیار، من دستیار پدرتون بودم. خیلی خوب عزیزم، دستیار. مگه دستیار ارثیه تو این دور زمونه؟ قدیما که اینطوری بوده. آقا بیا ببینم، تو اصلا اصلا منو خورد کردی. بیا اینجا بشینی. تو چرا خط اینور اونور میری؟ تو چرا اینطوری حرف میزنی؟ تو مگه چند سالته؟ امسال زمستون که بیاد 150 سال. 150 سال؟ 3 دهه اول. یعنی چی؟ بهتره راجع به این موضوع حرف نزنی. خیلی خوب ببینم، تو چند سال از این 150 سال رو نوکره، یعنی دستیار پدر من بودی؟ امسال زمستون که بیاد میشه 50 سال. تو 50 سال دستیار پدر من بودی؟ اون وقت من تو رو هیچ وقت ندیدم؟ به دیدیم. دیدم؟ بله. پس چرا نمیشناسم؟ این دیگه جزو اسرار جناب گستاشب خان. گشتاسب. اولا، ثانیا، اسرار بی اسرار. ببین من 4000 مایل رو نکوبیدم بیام اینجا که صداهای عجیب غریب و ترسناک بشنوم، قیافه های عجیب غریب ببینم، اسرار مگو بشنوم. ببخشید یه لحظه. جانوس، منو صدا زدین قربان؟ کجا بودی؟ کجا رفته بودی؟ چی کار میکردی؟ بگو. تو دیگه یواش یواش داری اعصاب منو خورد میکنی. قربان رفته بودم یه سوالی بکنم. از کی؟ کجا رفته بودی؟ بگو. ببین، یا بگو یا من همین الان برمیگردم. اصلا بیا از اینجا. آقا شما خونسرد باشین، متانت خودتون حفظ بکنید. آقا پسر یک چنین استاد به اون بزرگواری نباید انقدر خونسردیشو از دست بده. آقا حالا تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ ببینم آخه مگه اینجا کسی داره ما رو نگاه میکنه؟ بله. کی؟ تاریخ داره به ما نگاه میکنه. ببین، یا به من بگو کجا رفته بودی چند لحظه پیش، یا من همین الان برمیگردم میرم اتریش، پشت سرم هم نگاه نمیکنم. قربان رفته بودم خدمت استاد بزرگوار خودم، پدر گرامی خودتون، ازشون سوال بکنم. ایشون تشریف نداشتن. پدر من؟ ببین، این قصه رو باید دیگه تمومش کرد. به هر حال این دیوونه بازی ها و شعبده بازی ها، این خاک و خلا، این کتاب های پاره، این کثافت ما رو به هیچ جایی نمیرسونه. ببین، من خیال دارم که این ملک و این خرت و پرتا رو بفروشم، این مقدارش رو برای برادرم ویشتاس بفرستم که البته اون خونه کرج و تمام زمینای بنکو گرفته و دیگه کوفتم براش نمیفرستم. آره، پولش میذارم بانک. قربان شما رو به ارواح پدر بزرگوارتون حضرت استاد این کار نکنین. چرا جناب عالی بیکار میشین؟ نه قربان من اصلا به فکر میزنی؟ خودم نیستم. من به فکر این گنجینم، به فکر این کتابام، این اتاق گرانبها رو من دارم فکر بهش میکنم. شما نمیدونید این اتاقو چه کسایی، چه شخصیت‌های مهمی توش رفت و آمد میکردن. قربان این اتاق قربان از نظر تاریخی خیلی با ارزشه. خیلی. آقا من دیگه یواش یواش اعصابم از دست اینطوری حرف زدن تو داره کش میاد. داری مهمل میگی. قربان خواهش میکنم، تمنا میکنم شما از سر لطف، از سر مهربونی یک نظری به این کتابا بکنید، یک گوشه چشمی به این گنجینه بندازین، یکی از این کتاب ها رو بردارین، باز کنین، لاشو نگاه کنین. اون وقت من میرم پشت در، از پشت در یک وردی میخونم، یه سوتی موتی میکشم. اون وقت شخصیت دلخواه شما مثل جن از دای کتاب میاد. جن کجا؟ اینجا. آقا من اهلش نیستم. آقا شما رو به ارواح پدر بزرگوارتون نرین. آقا بفرمین بشین. آقا من 1000 جور کار دارم، باید برم اتریش سر درسم. آقا تو رو به خدا نرین.
شما رو به خدا منو با این گنجینه تنها نذارید. این گنجینه ارزش داره. خیلی خوب دیگه گریه‌زاری رو ننداز. بذار فکر کنم. فقط به یه شرط. به چه شرطی قربان؟ تو گفتی که من هر شخصیت تاریخی رو که بخوام میتونی برام ظاهر کنی؟ بله قربان میتونم. خب ببین، ما هر کاری که توی این زیرزمین بکنیم هیچ کس حرف ما رو باور نمیکنه. در نتیجه ما باید یه دوربین تلویزیونی تهیه بکنیم، بذاریمش اونجا توی دیوار، تو بری پشتش و تمام اون شخصیت‌های تاریخی که تو میتونی ظاهر کنی بیاریم اینجا، من بشینم باهاشون مصاحبه بکنم و یک برنامه فوق‌العاده تلویزیونی را بندازم. باز که تو داری گریه میکنی. من با این تلویزیونا کار نمیکنم. این تلویزیونا همشون با میگن در دروازه رو میشه بست ولی در دهن مردم رو نمیشه بست. یکی از اون دهنایی رو که هرگز نمیشه بست دهن آدم معترضه، یعنی آدمی که به چیزی اعتراض داشته باشه. ببین جانوس جان، من یا باید این خرت و پرتا رو بفروشم، دوباره کفش و کلاه کنم، قرض و قله کنم، برگردم برم اتریش دنبال تحصیلاتم، یا باید این برنامه تلویزیونی رو راه بندازم، اسپانسری چیزی پیدا بکنم که مخارج زندگیم بچرخه. میفهمی چی میگم؟ پس منطقی باش جانم، منطقی باش. حالا من میخوام دستم و از جلوی در دهن تو بردارم. باشه؟ کاش دستم شکسته بود و اون دعوتنامه رو براتون نمیفرستادم. جانوس جان، میخوام یه خواهش کوچولویی ازت بکنم. چه خواهشی؟ تو رو روح پاک اون ارباب قبلیت اینطوری حرف نزن. تو دیگه داری اعصاب منو کش میاری از اینجور حرف زدن. چشم جناب گستاشب خان، چشم. نرود میخ آهنی در سنگ. خیلی خوب. ببین، از نشستن کاری درست نمیشه، فقط آدم باد میکنه. پس در نتیجه ما باید شروع کنیم تا تمام کنیم. درسته؟ خب پس شروع کنیم. از کجا؟ نمیدونم. من میدونم. حرف نزن. ببین خیلی خوب، حالا ما دوربین که داریم، تنها چیزی که لازم داریم یک صندلیه برای اینجا که یه نفر روش بشین. اینم یه صندلی اینجا. این صندلی الان اینجا نبود. که هست. خیلی خوب. ببین حالا ما دوربین داریم، صندلی داریم، فقط مونده که ببینیم چه کسی رو احضار بکنیم که روی این صندلی بشینه و با من برنامه تلویزیونی، یعنی مصاحبه تلویزیونی بکنه. خب ببینم آقا محمد خان قاجار چطوره ها؟ خوبه. آره خیلی خوبه. ولی نه آقا محمد خان قاجار برای برنامه اول نه، حتما برامون حرف در میارن. یه نفر دیگه ببینم. آره کوروش رو ظاهرش میکنیم. نه قربان، اصلا این کارو نکنید. اصلا قربان، کوروشو بذارین لطفاً به حال خودش باشه. او راست میگی، یاده به سلاممون نیست. کوروشو میذاریم به حال خودش باشه. خیلی خوب، پس کی؟ نادرشاه. او آره دیگه، نادرشاه رو امروز من باید ظاهر کنم که با من مصاحبه کنه. مردم دیگه پاک حوصله‌شون سر رفت. اشکشتم مشکشه. باز که تو داری گریه میکنی. قربان نادرشاه رو نه. من از این نادرشاه میترسم قربان. این مرد گنده ترس یعنی چی؟ قربان یه آدم خشنیه. پدر شما هیچ وقت ایشونو احضار نمی‌کردن. ضمن ممکنه. خیلی خوب گریه‌زاری رو ننداز، حرف تو بزن. ممکنه ببخشید. یعنی میگی ممکنه چشم مارم در بیاره؟ قربان ترک عادت موجب مرضه. خیلی خوب، حالا تفتگی اشتباهی کردی، یه چشم تاریخ در آورده. شما چرا اینقدر حرف در میانی واسه مردم؟ قربان کسی که به چشم پسر خودش رحم نکنه با چشم دیگرون چی کار میکنه؟ نه خب اینو راست میگی. آره ولی میگم قربان اصلا چطوره شما بیان یه فال بگیریم؟ حالا تو این هیروی تمام کارامون ول بکنیم بریم فال حافظ بگیریم؟ قربان فال تاریخ. فال تاریخ. Good idea. No wonder I am a genius.
چی؟ چی فراموشش کن. ویرد. خیلی خوب، حاضری؟ یا خواجه حافظ شیرازی تو محرم هر رازی تو فال حافظ نمیگیریم که تا حواس منو پرت میکنی. فال جنگی داریم میگیریم، یعنی فال تاریخی داریم میگیریم. فال تاریخی جنگی. هان ای ولکان خدای جنگ، تو رو به حق روح خدایان قسم میدم. صبر کنین قربان، من برم بیرون پشت در، توی تاریکی بیستم، فوتی بکنم، سوتی بکنم و آقا رو احضارش بکنم. خیلی خوب، برو همونجا پشت دوربین. خیلی خوب. ای ولکان جانوس جان، حاضری؟ بله قربان، حاضرم. رفتیم. ای ولکان خدای جنگ، ای به چه کاره ما رو واداشتن. ای ولکان خدای جنگ. پیرزنی را ستمی در گرفت، دست زد و دامن سنجر گرفت. ولکن میگم ولکن، یه زال ولکن، بس دیگه این ماجرا. ببخشید سلطان سنجرخان، خیلی ببخشید، نفسم ببخشید الان جا میاد. من دفعه اولمه، ترس فرام داشتیم. تو کی هستی جوان؟ من گشتاسپ تاریخ الممالک. خوشبختم. باش، هستم. درود بر تو. درود بر تو، یعنی ببخشید درود بر شما. ولکن میگم ولکن. چی شده قربان؟ هیچی. 800 سال پیش شحنه مصر رفته در خونه ایشون، چند لگتی زده به ایشون 800 سال دامن منو ول نمیکنه. ولکن. خب خانم جان ول کن، بذار به کارمون برسیم دیگه. به هر جناب سلطان سنجرخان قبله عالم، ما شما رو آوردیم اینجا که باهاتون یک مصاحبه تلویزیونی انجام بدیم. تلویزیون؟ بله تلویزیون. نه تو زنده نه از که منو ننداز، گناه داره. نه. جناب سلطان سنجرخان، ما شما رو این همه را نیاوردیم که بگیم نه. خواهش میکنم. این میگه نه. آخه سلطان، شما که به حرف یه پیرزنی که مثل کنت 824 سال دامنتون چسبیده که نباید توجه بکنی. های گل گفتی. بله، در نتیجه من به عنوان خبرنگار از شما یک چند تا سوال تاریخی میکنم جلوی تلویزیون. خبرنگار؟ یعنی وقایع نگار؟ بله حق با شماست. وقایع نگار. یه چند تا سوال حساس تاریخی میخوام ازتون بکنم. بکن. نکن. بکن. اولین سوال اینه که حال شما چطوره؟ سوال بسیار خوبی است. خوشحالم. خستم، بسیار خستم. پس از 800 سال که از وفات مبارکتون میگذره هنوز این خستگیتون در نرفته، یعنی 800 سال استراحت کافی نبوده؟ کدام استراحت وقایی؟ کدام استراحت؟ ما حتی در دنیای باقی هم فرصت نداشتیم اصلا یک لحظه آسوده باشیم. اول این پیرزن که دامن ما را ول نمی کند. ول کن، میگم ول کن. ثانیاً این اخباری که راجع به ایران میشنویم تار و پود ما را در قبر همینطور میلرزاند. دریغ از یک لحظه آسایش، دریغ از یک لحظه فراغت، دریغ از یک لحظه شادکامی. جناب سلطان سنجرخان، منظورتون اخبار راجع به جنگ ایران و عراقه؟ جنگ ایران با عراق؟ بله، جنگ ایران با عراق. یعنی جنگ داخلی؟ نه، یعنی جنگ ایران با همسایه جنوبی کشور عراق. جنوبی؟ ببینم، مگر عراق جزو ایران نیست؟ نه قربان، نه تنها دیگه عراق جزو ایران نیست، بلکه ما وحشت برمون داشته که ایران نره جزو عراق. هی بی لیاقت ها، هی بی کفایت ها، هی ببینم ما در دوره کدام سلطان هستیم؟
بله؟ تو رو نمیگم، میگم ما در دوره کدام سلطان هستیم؟ سلطان؟ آره، کدوم پادشاه داره به ایران حکومت میکنه؟ هی جناب سلطان سنجرخان، دیگه پادشاه بی پادشاه. پادشاه بی پادشاه یعنی چی؟ پدر سوخت پادشاه بی پادشاه یعنی چی؟ نه یعنی منظورم اینه که چجوری بگم، یعنی دیگه دوره یه جوری شده که دیگه شاه بی شاه. شاه بی شاه؟ شاه بی شاه؟ درست حرف بزن، اگر نه با این گرد چنان میزنم توی ملاجت کجا پانشی. بگو ببینم. نه بگو ببینم کدوم پادشاه؟ دکوراژه نشین جناب سلطان سنجرخان، خودم میگم هیچ احتیاجی به اون گرد نیست. چجوری بگم، ما در زمان شاهت الله روحت الله فقیه اعظم هستیم. شاهت الله روحت الله، این دیگر چجور اسمیست؟ والا چه عرض کنم؟ عرض کن پدر سوخته، میگم عرض کن وگرنه با همین گرد چنان میزنم توی من. عرض کنم که شاهت الله روحت الله فقیه اعظم، والا پدرشون همچین آدم خیلی مهمی هم نبوده. سلسله مرسله هم تو کارشون نیست. البته بعدا ممکنه سلسله پیدا بکنن و اسمشو بذارن مثلا سلسله روزویان. بله روزویان. ببینم بابای نگار رز برازه و روزو رزف تومان. ببینم این کلمه روزویان از روزه نمی آید. چرا قربان، از همون کلمه روزه میاد متاسفانه. وای عجب. چطور شد همچی شد؟ بله البته این روزا 45 میلیون ایرانی دارن همین سوال از خودشون میکنن، چطور شده همچین شد. عجب. کاملا حق با شماست. عجب. من تا دوره قاجار، یعنی تا کشته شدن امیر کبیر و قایروت دنبال میکردم، ولی بعد از اون پاک ناامید شدم. بله پاک ناامید شدم و دیگر به اخبار زمینی توجهی نداشتم. کاملا حق با شماست، نبایدم توجه میکردین بعد از اون دیگه. حالا میبینی بقای نگار؟ حالا میبینی که چراغ هستم؟ برای سلطان جهانگشایی چون من که سرزمین های بسیاری را جزو نقشه ایران کرده است، ساده نیست که بشیند و ببیند که این انگلیسی های پدر سوخته سرزمین مرا تکه تکه می کنند و می فروشند. قربان شما هم بله؟ بله؟ یعنی شما هم این انگلیس ها رو میشناسین؟ میشناسم. من با شنیدن نامشان خارش های تاریخی میگیرم. ای بی کفایت ها، ای بی همیت ها. دیدید که با سرزمین من چه کردید؟ من نکردم. کشور پهناور من دارد هر روز از عرض و طول آب میرود، بی در سبرت چشم دست ایدال بیفتد. قربان سلطان سنجرخان، گریه نکنین خواهش میکنم، گریه نکنین، خوب نیست این، برای ایمیج شما هیچ خوب نیست. برای چی ایمیج؟ یعنی برای ایمیجتون دیگه، برای موقعیتتون، برای هیبت و هیئتتون. قربان چه اشکالی داره؟ قربان قبله خاک پای قبلتون برم من. قربان خاک پای قبلتون بشم یعنی چه؟ قربان خاک پای قبله عالم. معذرت میخوام، این تعارفات تاریخی چقدر سخته، تو دهن خوب نمیچرخه. خیلی خب تو دیگه برو. ضمن 2 تا چای تازه دمم ورده بیار، یعنی 3 تا بیار. قربان خاک پای قبله عالم، راستش مردم خوششون نمیاد که شاهشون گریه بکنه. چجوری بگم، اصطلاحاً افت داره. مردم غلط میکنن که خوششون نمیاد. اتفاقا گریه بسیار چیز خوبیه. در دوران من که بسیار رواج داشته، یعنی ما هر وقت میخواستیم حالی بکنیم به خودمون امر مقرر میکردیم که 1-2 قطره اشکی بریزیم. بله حق با شماست. اتفاقا آقای زیگموند فروید هم همین عقیده این پدر سوخته دیگه کیه؟ هیچی، بگذاریم. به هر جهت من میخواستم ازتون یک سوال تاریخی بکنم و اون اینه که این علاقه عجیب و وافر شما به لشکرکشی و جنگ چه انگیزه‌ای داشت؟ ما هیچ اراده‌ای بر این لشکرکشی ها نداشتیم. گردن کشی هایی میشد و ما اجباراً لشکرکشی هایی میکردیم و تمامی اینها برای رفاه حال مردم و حفظ شونات و تمامیت ارضی ایران بود. ببخشین جناب قبله عالم، این تمامیت ارضی ایران ثابت بود یا متغیر؟ البته ثابت بود
و ما با جنگ ها و لشکرکشی هایمان ثابت ترش می کردیم. بله. یعنی به گردنکش ها حمله می کردیم، آنها را تار و مار می کردیم و زمین هایشان را می گرفتیم، مینداختیم سر زمین های خودمون. یعنی به اصطلاح شما امروزی ها روشونو کم می کردیم. بله کاملا متوجه هستم. پس در واقع این برنامه رو کم کنی از همون زمان قدیم وجود داشته. بکن نمی‌کنم. کم بکن نمی‌کنم. کم بکن. میبینید آقا؟ ببخشید این دعوا سر چیه؟ هیچی آقا، امان از دست این مردم، امان از دست این شعرا. تا تقی به توقی میخوره یه شعری درست میکنن و پایه های حکومت آدم رو سست میکنن. بله شنیدم این شعر کوچه ها باری کند و کناب از دست مرده میبرن کوچه به کوچه رو میگی؟ مرده کوچه به کوچه ها باری کن. نه اون شعری که نشنیدید میگه پیش زنی را ستمی در گرفت، دست زد و دامان سنجر گرفت که دیگه ول نمیکنه. که من کازرم تو کم دیدم، بس تو همه سال ستم دیدم. آقای بقای نگار، به ایشون بفرمایید بنده چه ستمی به ایشون کردم که مستوجب این کابوس وحشتناکم. خانم جان، مادر جان، آخه این سلطان چه هیزم تری به تو فروخته که این دامنشو گرفتی یا ول نمی‌کنی؟ آقا 824 ساله، 824 ساله که گرفته و ول نمیکنه. صحنه مست آمده در کوی من، زد نگدی چند فرا روی من. خب به زمین جر بکنی الهی به حق فحشتر، من از کجا بدونم چه خری را کشته. خب جناب قبله عالم، شما چرا واقعا به داد این پیرزن بدبخت نمیرسید؟ خب باید چی کار بکنم بقای نگار؟ خب این شحنه پدر سوخته رو بدین تنبیهش کنن یا اصلا بدین فایرش بکنن. واقعا هیچ خوبیتی برای حکومت شما نداره. آقا یک شحنه یک شب مست کرده رفته اقرار بگیره، حالا یه دو پیکی هم زده بوده، حالا یه دو تا لگتی هم به ایشون زده. حالا من به خاطر این بدم چی کارش کنن؟ شحنه رو بدم چارمیخش کنن؟ چرا نمیتونی قبله عالم؟ چرا نمیتونی ننه؟ آقا این چی میگه؟ شحنه رو که مگر میشه به خاطر این کارها؟ مگه شما این پدر سوخته ها رو نمیشناسین؟ اینا پایه های حکومتن. اگر بخوام اونا جناب قبله آدم، من واقعا تاریخ رو که میخوندم دیشب ازتون تعریف شده بود که سلطان سنجر یک پادشاه بسیار مردمی، رعیت نواز، بسیار دادگر، عدل و اینا. معلوم میشه این تاریخ نویسان دروغ می‌نویسن واقعا. بله؟ چرا نمیتونی قبله عالم؟ چرا نمیتونی ننه؟ چرا نمیتونین؟ آقا اون وقت پایه های حکومت خودم متزلزل میشه. چرا نمیفهمید شما؟ مگر این پدر سوخته ها رو نمیشناسید؟ خیلی ببخشید جناب قبله عالم. ببینید واقعا خداییش هم که بخواید تصور بکنید حق با این پیرزنه. بله؟ شما در مقابل من، در مقابل سنجر حق رو به کس دیگری میدهید؟ الان با این گرز چنان بر فرقش میگذارم که نتوانید از جانوس غیبش کرد. جانوس کات. در اولین رویارویی من با شخصیت تاریخی به نام سلطان سنجرخان، جانوس دستیار وفادار پدرم مجبور شد سلطان و پیرزن ستمدیده را در جا، یعنی یک جا، غیب بکنه. البته مسئله به همین جا ختم نشد، یعنی کار بیخ پیدا کرد. جانوس در اثر زور و فشاری که برای غیب کردن دو نفر، یعنی دو شخصیت تاریخی در آن واحد به خودش آورده بود، مشکل پیدا کرد. یعنی چطوری بگم، یه مقدار دچار فشار شد و در اثر این فشار تفلک هم خیلی دیپرس شد، یعنی غمگین شد و هم صداش خیلی نازک شد. به عبارت دیگه باتری تاریخیش پساوت کرد، یعنی رسوب کرد.
آقای جانوس خان بسه عزیزم، بسه دیگه. ما رو بیچاره کردی بسوزی سنجرخون. جانوس جان بسه دیگه عزیزم. ببین تو رو به روح پاک مرحوم ابوی من اون ارباب قبلی خودت بسه. آواز خونی بسه. آقای گستاخ خان، آقای گستاخ خان، احترام خودتو نگه دار، پاتو تو کفش من نکن، بذار یه خورده بخونم خودمو خالی کنم. عجب من خیال میکردم تو نوکره، ببخشین دستیار وفاداری برای من هستی. من فکر کردم هرچی من بگم تو ظاهرا باید گوش بکنی. چه جور وفاداریه؟ وفادار هستم، بنده وفادار هستم، اما به مرحوم پدر شما نه به خود شما. اوه خیلی ممنون، دست شما درد نکنه واقعا. قابلی نداره. تو مرا بیچاره کردی خب دیگه دلش پره، کارش نمیشه کرد. این ایرونی جماعت هم هر وقت دلش پره فقط باید آواز بخونه که دلش خالی بشه. میدونید به هر حال خب خونه چی میگن گل و بلبلی در رکاش جریان داره. عزیزم جانوس جان بخون، هر چی میخواهد دل تنگت بخون که دیگه وقت نداریم، باید برنامه رو شروع بکنیم. من نمی کنم. بله؟ نمی کنم. چی نمی کنیم؟ ظاهر. من دیگه هیچ شخصیت تاریخی رو ظاهر نمی کنم. اگرم بکنم اون دورا رو نمی کنم، چون صدام ضعیف میشه و به قول شما باتری تاریخی رسوب میکنه. عزیزم این حرفاش چیه؟ چرا شرک و سکون در آوردی؟ ما یه قراردادی بستیم، ما یه کاری رو شروع کردیم، خب باید تمومش بکنیم دیگه. اگریمنت امضا کردیم با مردم. اگریمنت بی اگریمنت، اگریمنت بی اگریمنت. اصلا میدونی چه آقا، بلند شو شما چمدوناتو ببر، منم بختی و بند بساطمو جمع میکنم را بیافتیم بریم. بله. کجا؟ بریم. کجا بریم؟ اتریش. چی؟ کجا؟ اتریش. اتریش؟ بله. با تو؟ بله. میدونی چیه؟ این شهر دیگه جای موندن نیست. تو این شهر تمام شخصیت‌ها از شخصیت تاریخی گرفته تا آدم معمولی یه گرز ور میدارن، دو دسته میزنن تو سر آدم. خیلی خوب عزیزم، حالا دکوراژه نشو. اون سلطان سنجرخان طفلک خود عصبانی شد، میخواست با گرزش بکوبه تو مغز من. حالا همه شاه‌ها که اونطوری گرز ندارن که. اصلا ما این دفعه یه کاری میکنیم، ما یه شخصیتی رو این دفعه، یه شخصیت تاریخی رو ظاهر میکنیم که گرز و شمشیر اینا نشه. اصلا یه کاری میکنیم قبل از اینکه بیاریمش اونجا، خب خلع اصلاحشون میکنیم. خلع اصلاحشون میکنیم، هرچی اسلحه مسلحه ازشون میگیریم که دیگه نتونن ما رو تهدید بکنن با اون اسلحه. خیلی خوب، اصلا ما یه کاری میکنیم، ما این بار یک سلطان بسیار بسیار های کلاس، جنتلمن، مبادی آداب که هیچ کدوم از این چیزا نشه ظاهر میکنیم. مثلا چی؟ مثلا یه شخصیت خیلی رؤوف و مهربان، یک سلطان بسیار مهربون مثل شاه عباس صفوی. چطوره؟ وای اونو که اصلا آقا اسم که نداریم. چرا؟ اون که دیگه میگن سلطان درویشی بوده، بسیار مردم رو دوست داشته و انسان، یعنی سلطان رعیت نوازی بوده. قربان آقای گستاخ خان، اگر نادر شاه فقط دو تا چشمای پسرشو در آورد، این یکی هم داد پسر اولشو کشتن، همون دو تا دیگه چشش در آورد. غلطا. آقا جان مگه شما تاریخ نخوندی؟ مگه شما از تاریخ اطلاع نداری؟ چرا دارم؟ معلومه که دارم. دستتو باز کن. چرا باز کنم؟ باز کن دستتو اینجوری. آها بیا. اینم تاریخ. تاریخ کن. بدبختانه در زندگی خصوصی از شاه عباس اعمالی سر زده است که نهایت قساوت قلب و تعصب او را میرساند. از قبیل قتل صفی میرزا پسر ارشد خود به سال 1022 به تهمت خیال عصیان بر پدر و کور کردن دو پسر دیگر خیش و قتل عام گرجستان و کشتن زیردستان و ولی ببین جانوس جان، اولا این تاریخ نویسا ممکنه اشتباه کرده باشن یا ممکنه دروغ نوشته باشن ها. ثانیا این فقط بخشی از شرح احوال سلطانه، درسته؟ بله. ثانیا مگه تو نمیگی همه این کارا رو کرده؟ خب برای اینکه ما واقعا یک طرفه به قاضی نرفته باشیم، یعنی به قضاوت تاریخ به خصوص، من میگم این شاه عباس شما ظاهر بکن، ما اینجا سینجیمشون میکنیم. سینجیم یعنی سوال جواب. همیشه که نمیشه اونا از ما سینجیم بکنن، یه دفعه ما از اونا سینجیم میکنیم. نظرت چیه؟ منفی. بله؟ نگاتیو.
یعنی چی؟ یعنی که اولا ایشون به هیچ چیزی اعتراف نمی‌کنن، به خصوص جلوی دوربین تلویزیون. ثانیاً بنده حاضر نیستم در هیچ برنامه با این صدا شرکت بکنم. نه صدای تو اصلا اشکالی نداره، حتی بسیار هم بهتر از سابق شده. یعنی میدونی در واقع ما جانوس جان باید یه ترفندی به کار ببندیم که صدای تو رو برای یه مدتی همینطوری نگه داریم. چطوری بگم، برای یه 3 ماهی حداقل. فقط یه قولی به من بده. چه قولی؟ آواز نخون. ببین گستاشف خان، من دیگه با این صدا نمیتونم کسی رو ظاهر بکنم چون بنیه‌شو ندارم. در عوض میتونم شما رو قید بکنم. قید بکنی؟ منو قید بکنی؟ بله، من به جای اینکه یک شخصیت تاریخی رو به اینجا بیارم میتونم شما رو بفرستم به اونجا. اونجا؟ بله، کجا؟ همونجا. اوه، همونجا؟ اونجا. نه. بله. نه. بله. گفتم نه. بله. نه. بله. میگم نه. بله. نه. جانو. فرستادمش اونجایی که نباید. سلام. وقتی من گشتاسپ تاریخ الممالک به وسیله جانوس به قعر تاریخ پرتاب شدم و پس از جستجوی بسیار موفق به شرفیابی به حضور شاه عباس کبیر شدم، گردیدم، تازه فهمیدم که جانوس چه گاف بزرگی کرده. یعنی در واقع دوربین تلویزیونی ما در استودیو جا موند و من به قعر تاریخ پرتاب شدم، یعنی غیب شدم. مسئله رو با شاه عباس کبیر در میون گذاشتم و ایشون که ناراحتی بیش از اندازه من رو در مورد این برنامه تلویزیونی دیدن، باور کنید در کمال متانت که ناشی از روحیه درویشیشون هست، قبول فرمودن که با من به زمان امروز تشریف بیارند که ما فکر کردیم یک باربیکیو پارتی در جوارشون داشته باشیم. شاه عباس از شخصیت‌های استثنایی تاریخ ما هستند. قدرت عمل و کارایی ایشون نه تنها در بلاد شرق بلکه در سراسر اروپا زبان زد بوده و همین امر باعث شد که اروپاییان به او لقب کبیر دادند و از آن پس به نام شاه عباس کبیر نامیده شد. از خصوصیات شاخص شاه عباس باید به حداقل 3 مورد اشاره کرد: رکگویی در کلام، قدرت عمل در رفتار و برخورداری نسبی ایشان از نیروهای ماورالطبیعه، تا آنجا که بعضی ها پا را از این هم فراتر گذاشتن و ایشان را مرشد کامل دانستند. قبل از اینکه سینجیم یعنی سوال جواب رو شروع بکنیم، محض اطلاع کاسه های داغ تر از آش همینجا بگم که ایشون خودشون موافقت فرمودن که این مصاحبه خالی از هر گونه شائبه و مخلصم چاکرم صورت بگیره. قربان بفرمایید. well done. قبله عالم بفرمایید. من حتی چند مصاحبه خارجی تلویزیونی از دیک کویت در PBS، باربارا واترز در CBS و تد کاپل در ABC نشونشون دادم که بسیار مورد توجه و پسندشون قرار گرفت و خودشون فرمودن که چقدر خوبه بین انسانها تعارف وجود نداشته باشه. از طرف دیگه ایشون موافقت فرمودن برای هرچه بی پرده تر صورت گرفتن این مصاحبه، برای هرچه مستقیم تر بودن این مصاحبه، یک خط مستقیم تلفنی به سوالات تاریخی شما اختصاص داده بشه که شما خانم ها و آقایان بتونید از طریق این تلفن 796-1415 یا Call a King به صورت زنده روی برنامه بیاید و سوالات تاریخی خودتون رو مطرح بکنید. خانم ها آقایان، این شما، این تلفن خط مستقیم و این شاه عباس کبیر. مدت برنامه شما چقدره؟ 8 دقیقه قبله عالم. شما که 4 دقیقه خودتون صحبت کردید، لابد بقیه را هم آگهی میرید. عرض نکردم رکگویی در کلام. قبله عالم اجازه بفرمایید که من قبله عالم ملاحظه بفرمایید که هنوز تشریف نیاوردیش سوکسه‌ای پیدا کردید توی این شهر. ولی قبل از اینکه من به این تلفن جواب بدم، اجازه میخوام که یک بار دیگه از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید رسما ازتون سپاسگزاری میکنم. هر کاری میکنید زودتر صدای این موجود آزاردهنده است.
قبله عالم ما در واقع هر چی که دیرتر به این تلفن‌ها جواب بدیم نه تنها ضرری نداره بلکه باعث میشه که مردم پشت خطا بمونن و یک هیجانی به این برنامه داده بشه. برنامه خودتون الان. ساکتش کنید. ساکتش کنید. اجازه بدین یک زنگ دیگه بزنه برمی‌دارم. ساکتش کن. بله چشم. هان، الو، بله. تبریک عرض می‌کنم. شما در واقع اولین کسی هستی که در این برنامه به طور زنده با شاه عباس کبیر. هلو؟ Yes? Oh. No. What number you have got? 796, yeah? Hotline? Oh. Oh, no. You've got the wrong number, yeah. Yes, it's a different, it's a wrong number. خب البته خدایش هم که بخوان یه خورده زوده، یعنی تا مردم بیان از حضور شما اینجا مطلع بشن و این خبر در سطح این شهر پخش بشه حداقل 10 دقیقه وقت لازمه. به هر جهت قبله عالم قبل از اینکه سیل سوالها و تلفن‌های مردم به اینجا سرازیر بشه من از قبله عالم اجازه میخوام که برنامه رو در همینجا شروع بکنیم. آقای نگار، قبله عالم، باور میکنی که من هنوز نفهمیدم تو چه کار میخوای بکنی؟ قبله عالم، والا حقیقتش رو که بخواید من در واقع خودم هم هنوز یه خود گیجم در مورد این برنامه، ولی اجازه بدید، ولی چطوری بگم، let me put it this way. ببینید ما یعنی جانوس و من میخوام یک پل ارتباطی بین دیروز یعنی زمان شما و امروز یعنی زمان خودمون برگزار بکنیم که این پل ارتباطی در واقع روشنگر برخی از وقایع و حقایق تاریخی باشه که به وسیله اونها ما شاید بتونیم مسائل امروزمون رو بررسی و حل بکنیم. خاطرتون است که راجع به اوضاع کنونی ایران توضیح دادم؟ بله، در تمام طول راه که در جوارشون چقدر خوش گذشت. ببینید مسائل اجتماعی امروز ایران دستخوش 3 مورد اساسی است بلا تردید: سیاست، مذهب و خشونت. و در طول تاریخ خودتون بیش از هر کس مطلع هستید هر وقت سیاست و مذهب با هم یک جوری ادغام شدن خشونت و بیرحمی غیر قابل توصیفی حکم فرما شده، درست مثل زمان خود قبله عالم. این یک دروغ تاریخی است نه همگاه. بله ممکنه، ولی من خب سند دارم دیگه، سند تاریخی من با استناد با تاریخ دارم باشم که البته بحثشو بعداً میکنیم. قبله عالم، شما در واقع هم پادشاه بودید و هم به نوعی دور از جونتون ولایت فقیه. ببینم این نوشته ها، سند، تاریخی که گفتی کی نوشته؟ وقایع نگار. وقایع نگاران قربان، وقایع نگاران. ای وقایع نگاران. شروع شد. بله بفرمایید. الو، برنامه مسافر زمان؟ بله بفرمایید، خواهش میکنم. سلام، من ژاله میراعتماد هستم از اورنج کانتی. ممکنه گوشی رو بدین به ایشون؟ خانم میراعتماد، قبله عالم از اینکه در تلفن صحبت بکنن معذورن، ولی اگه شما سوال تاریخی دارید بفرمایید، چون صدای شما از روی اسپیکر پخش میشه و ایشون صدای شما رو میشنون. این چه جور ارتباط مستقیمه؟ بذارین من خودم یه دقیقه باهاشون حرف بزنم. قبله عالم، برای اینکه واقعا مردم برای مستقیم بودن برنامه مستقیم ما حرف در نیارن، اگه ممکنه خودتون استثناً این تلفن رو شخصاً جواب بدید، برای موقعیت خودتون هم خوبه. بفرمایید من نگه میدارم. بگو زن. الهی که من قربون اون صداتون برم، الان دارم تو تلویزیون نگاهتون میکنم. الهی که من قربون اون هیکلتون برم، شاه عباس. انشاءالله که هرچی درد و بلای شماست بخوره تو سر هرچی آخونده. مثل که دیگه برنامه داره از چارچوب تاریخی خودش خارج میشه. بذار باهاشون حرف بزنم، بذار باهاشون درد دل کنم. خانم جان، خانم عزیز، خانم میراعتماد، این خط تلفنی در واقع برای اینه که شما اگه سوال تاریخی دارید بفرمایید. نه سوال ندارم، فقط میخوام قربون صدقه‌شون برم. اصلا سوال کردن از شاه بی‌ادبیه. به خدا شما هم ازشون سوال نکنین، اذیتشون نکنین. خانم محترم، من که قبلا خدمتون عرض کردم خود ایشون
اجازه فرمودن، رخصت فرمودن که ما ازشون سوال بکنیم. خیلی هم بیرو در بایستی. اصولا ایشون روشنفکر از اون هستن که از چند تا سوال بی پرده ما دلخور یا ناراحت بشن. و اگه شما الان اجازه بفرمایید قطع بکنید، چون تلفن‌های دیگه همینطوری داره زنگ میزنه. پس بهشون بفرمایین که هر چی لازم دارن، هر چی که میخواد باشه، من در خدمتشون. چشم. البته ایشون یه خورده بی‌نیازتر از این حرفا هستن، ولی چشم، خودشون شنیدن. خیلی ممنون. خداحافظ شما. سوکسه دیگه بهتر از این نمیشه. ای وطن ای ریشه من، عشق من، اندیشه من، گور من، گهواره من، قلب پاره پاره من، قلب پاره پاره. بله چشم، خواهش میکنم. حتما خدمتشون عرض میکنم. بله مطمئن باشید، مطمئن باشید. خواهش میکنم. حالا یه نفر دیگه رو خطه، بازم به ما تلفن بزنید. متشکرم. الو بفرمایید. بله خانم، حال شما چطوره؟ مسافر زمان. بله بفرمایید. خواهش میکنم. نه خیر، ایشون الان اینجا تشریف ندارن، دارن استراحت میکنن. بله؟ نه خیر خانم، من اصلا من همچین اجازه‌ای ندارم. خانم نه، من فقط مصاحبه میکنم باشون. من که باشون خانم من اصلا هیچ کاره هم باور بکنید، من فقط یه مصاحبه میکنم با ایشون. نه خواهش میکنم بعدا خودتون تلفن بزنین. شاید بتونید با خودشون صحبت بکنید. خواهش میکنم. یه نفر دیگه رو خطه. اجازه میفرمایید؟ خیلی ممنون. خداحافظ شما. تماشاگران عزیز برنامه مسافر زمان سلام عرض میکنم. همونطور که احتمالاً از وقایع پشت پرده برنامه ما مطلع هستید، برنامه ما در واقع دستخوش یک جنجال عجیب و غریب داخلی و خارجی شده. هفته گذشته به دنبال پخش اولین مصاحبه تلویزیونی با شاه عباس کبیر، تلفن‌های موافق و مخالف بسیاری از شما دریافت کردیم که خیلی ممنون. عده‌ای به ما گوشزد کردن حالا که ما به فرمول با ارزش ظاهر کردن شخصیت‌های تاریخی دست پیدا کردیم، چرا دیگه اینقدر به نعل و به میخ میزنیم و سوالات بی‌پرده‌تری از اونها نمی‌کنیم که روشنگر واقعی برخی از وقایع تاریخی باشه. برای مثال آقایی از سان فرانسیسکو تلفن زدن و فرمودن که ای آقا، شما آیا بهتر نبود به جای باربیکیو پارتی با شاه عباس کبیر و اون تعارفات معموله از ایشون راجع به تعصبات مذهبی و گروه آدمخورانی که ایشون در اختیار داشتن سوال میکردید؟ من خب در واقع در شش و بش همین سوال بودم که آقای دیگری از سان دیگو تلفن زدن و بسیار عصبانی و اعتراض کردن که ای آقا، مگر خداوند متعال چشم عقل شما رو کور کرده؟ شما با چه جرأتی با شاه عباس کبیر، با شخصیتی که سالهای طولانی با ابرقدرت‌های شرقی و غربی به خاطر سرافرازی و سربلندی ایران عزیز ما جنگیدن و مرزهای کشور رو در واقع به دوران ساسانی و اشکانی رسوندن، باربیکیو می‌خورید؟ با چه وقاحتی؟ خب شاید در واقع حق با هر دو گروه باشه، ولی باور بکنید که مسئله به همینجا ختم نشد، چرا که رفته رفته همه تماشاچیان عزیز ما سعی میکنن که خودشون با شاه عباس کبیر بی واسطه تماس بگیرن و سوالات شما بفرمایید همکاری که بکنم. واقعا چه توقعاتی دارن تماشاچیان عزیز؟ خیلی ممنون. بفرمایید. چه خبر اونجا جانوس؟ چه خبر اونجا؟ آخه داریم برنامه ضبط. سلام. چقدر راه شما دوره؟ اوه سلام. ببخشید شما؟ من ژاله میر اعتماد از اورنج کانتی. شما همون خانمی هستی که هفته قبل توسط تلفن 796 بله خودم با شاه عباس من. بله کجا تشریف دارن؟ کی؟ کجا تشریف دارن؟ قبله عالم شاه عباس کجا تشریف دارن؟ من فقط یک نظر ببینمشون زحمتو کم میکنم، قول میدم هر چی بخواین بهتون میدم، طلا، جواهر. خانم خواهش میکنم شما در واقع متوجه مسائل نیست. شما در واقع اصلا نباید اینجا باشید. جانوس، پس این جانوس همون دم در چیکار میکنه؟ جانوس ببخشید برمیگرده الان. از کجا برمیگرده؟ فرستادمش چلو کباب بخره. چلو کباب برای کی؟
برای قبله عالم، برای شاه عباس. باور بفرمایید جسارت نباشه ها. وقتی که دیدم اون هفته اونطوری اون لنگ جوجه سوخته رو گذاشتین توی بشقاب گرفتین توی جلوی شاه عباس، یه دفعه خون زد توی مغز من. خب این چه طرز پذیرایی از یک پادشاهه؟ دیدین با دست چه حرکتی کردن؟ اینطوری. از این به بعد خودم ازشون پذیرایی میکنم. حالا کجا تشریف دارن؟ ایشون در واقع دارن استراحت میکنن، توی باغ پشت حیاط دارن استراحت میکنن. میدونی که ساعت خواب ایشون با مای خود فرق میکنه. بمیرم الهی. خب حتما جت لگ دارن. اشکالی نداره، من انقدر اینجا میشینم تا استراحت بفرمایید بیدار بشن، بعد خودم با یک سینی غذا میرم خدمتشون. خانم خواهش میکنم متوجه اهمیت موضوع باشید. باور بکنید همون تلفنی هم که هفته قبل شما زدید با اون حالت یه خورده باعث کلی، یعنی باعث ناراحتی خاطر شاه عباس شد. ببینید جان خانم، همه پادشاهان که یک جور نیستن، دارای روحیات متفاوتی هستن. مثلا شاه عباس کبیر مردی بسیار متدین و مبادی آداب و اصول هستند. ببینید چطوری براتون بگم، مثلا اگه ما به جای شاه عباس کبیر ناصرالدین شاه رو اینجا ظاهر کرده بودیم، خب حق کاملا با شماست. شما میتونید الان با یک سینی غذا و شراب و گل تشریف ببرین خدمتشون. حالا کاری نداره، من به شما قول میدم هفته‌های دیگه سعی بکنیم ناصرالدین شاه رو اینجا ظاهر بکنیم و من شخصا خدمتتون تلفن میزنم که تشریف بیارید با سینی غذا و شراب و گل تشریف ببرید خدمتتون. حالا خواهش میکنم الان تشریف ببرید تا هفته‌های بعد. خواهش میکنم. من همینجا میشینم تا قیام قیامت، اینجا میشینم. من تا یه نظر ایشونو زیارت نکنم که نمیرم. ای بابا عجب گیر افتادیم خانم. مگه اینجا سقاخونه است که تشریف آوردید زیارت؟ ما اینجا مثلا داریم یه کار جدی فرهنگی میکنیم. اون کار جدی فرهنگیتون بخوره تو اون سرتون. این مثلا چه جور کار فرهنگیه که از پادشاه سوالای عجیب و غریب میکنی؟ اصلا شما رو چه به توصیه و نصیحت به یک پادشاه؟ شما اگه خودتون بلد بودین که چیکار باید کرد چیکار نباید کرد که کارتون به اینجا نمیکشید. من تا یه نظریشونو نبینم از اینجا نمیرم. خانم عزیز، خانم میراعتماد، اجازه بدید که از طریق دیالکتیک ما این مسئله رو بررسی بکنیم. چرا عصبانی میشین شما؟ چی؟ از طریق چی؟ منطق. منظورم اینه که اجازه بدید از طریق منطقی مسئله رو بررسی بکنیم. ببینید خانم اورنج کانتی، ببخشید خانم میراعتماد از اورنج کانتی، یکی از شرایطی که ما با شخصیت‌های تاریخی داریم اینه که اجازه ندیم کسی شخصا مزاحمشون، منظورم اینه که شخصا خدمتشون شرفیاب بشه و ما اینو بهشون قول دادیم. حتما قراردادم امضا کردین؟ نه خیر، قرارداد البته امضا نکردیم، ولی از اونجایی که ما برای خودمون شرف حرفه‌ای قائل هستیم به قول و قرارهای شفاهیمون احترام میذاریم. ببینید باور بکنید خانم، باور بکنید که همه این مسائل، همه این تدابیر برای سلامتی وجود خودشونه. آخه من که نمیتونم همه چیزا اینجا بی پرده جلوی تلویزیون تشریف بریم. ببین خانم میراعتماد، ما همه این تدابیر از نظر مسائل امنیتیه که اتخاذ شده. باور کنید، حرف منو باور کنید. تو رو به خدا راست میگی؟ آخه میشه من به شما دروغ بگم؟ پس یه قولی به من بدین. هر قولی که بگید. خواهش میکنم شخصا سلام منو خدمتشون برسونین. چشم. اسم منم بهشون بگین. چشم. یه جوری بگین که یادشون بمونه. ژاله میراعتماد اورنج کانتی. میراعتماد اورنج کانتی. چشم. آخه میگن ما یه نسبت دوری هم با هم داریم. بله. همه ما یه نسبت دوری با هم داریم. بالاخره خب هممون مال یه آب و خاکیم دیگه. بله چشم. چشم. مطمئن باشید. قول بهتون میدم. خواهش میکنم. اینا رو هم خواهش میکنم بدین به ایشون. قابلی نداره. دلم میخواد ایشون با یه خاطره خوش از اینجا برن. برای یادگاریه دیگه. امیدوارم البته توهین نباشه. نه خیر. بفرمایید. شاید خیلی خوشحال بشن. خواهش میکنم. بله. خیلی ممنون. ببخشید اینا با هم ستن؟ بله بله. یادگار مادرمه. بفرمایید. خواهش میکنم اینا رو بدین به ایشون. انشالله که در دو بلای هرچی پادشاهی بخوره تو سر هرچی آخونده وحشی بی سواده. انشالله. خیلی ممنون. انشالله. خداحافظ. انشالله. خداحافظ. قربون شما. بله خواهش میکنم. خیلی خوش اومدید. لطف کردید. تشریف آوردید. بله خیلی ممنون. نره ها، حتما بدین خدمت. نه خیر نه خیر، یادم نمیره. باور بکنید حتما خدمتشون اینا رو میدم. باور کنید. ببینم تا به حال در هیچ جنگی شرکت کردید؟ جنگ؟ نه خیر متاسفانه، یعنی خوشبختانه من در هیچ جنگی شرکت نکردم. حتی قبل عالم جسارته، ولی من حتی سربازی هم نکردم. پس نمیدونید جنگ و جنگیدن یعنی چه، به خصوص در زمان ما. مرگ وقایع نگار دوشادوش تو حرکت میکنه. مرگ سایه است که از تو جدا شدنی نیست. وقتی به قلب سپاه دشمن متجاوز میزنی
در سیاهی غبار برخاسته از سم اسبان وحشت زده و شیهه و چکاچک شمشیرهایی که با همه نیرو بر سپر تو فرود میان و تو حتی به سربازان خودت که در کنارت می جنگند اطمینان نداری. وقتی ماها و روزها در کویر و کوه و دشت در زیر تازیانه بیرحم آفتاب برای کشورت شمشیر میزنی، سخته وقایع نگار، سخته که بفهمین در قصر خودت توطئه قتلت در شرف تکوینه. کجا این پسر منه؟ این پسر من است که نقشه قتل مرا می کشد. این آیا همان سردار با وفای من است که نشانهای افتخار مرا بر سینه‌اش دارد و پسرم را تحریک به قتلم می کند؟ این آیا حق؟ قبله یانم حالتون خوبه؟ حق بیماریتون قبله یانم در تاریخ جا به جا به بیماری‌های مرموز شما اشاره شده. بله، این بیماری 3 بار مرا از پای انداخت. آخرین بار گرجیان به من خیانت کرد و شاید طبق روایت‌های تاریخی به همون دلیل شما خاک گرجستان رو به توبره کشیدید و بیش از 130,000 نفر رو قتل عام کردید. اون یک جنگ بود وقایع نگار. در جنگ هر کس که تونست میکشه. جنگ چیز کثیفیه. من بیش از نیمی از سلطنتم رو در جنگ گذروندم، ولی جنگ چیز کثیفیه. بعد از اون واقعه دچار یک افسردگی روحی شدم و شاید به همین دلیل 50,000 نفر از گرجیان رو شما به اصفهان آوردید و در شهرکی به نام جلفا سکنا دادید. سیاست شده بودند، با مهار شده بودند و حالا میبایست تیمارشان کرد. شهرک زیبایی براشون ساختم و نسل‌های بهتری به وجود آمدن. رابطه شما با برادران شلی نمایندگان کشور انگلستان چه بود قبله عالم؟ یک رابطه خوب و بر اساس سیاست روز. امپراتوری عثمانی در آن زمان قدر قدرتی می کرد. حکومت سیاه دهشت آوری بود. برادران شرلی به ما کمک کردند تا برای اولین بار صنعت توپخانه را در ایران به وجود بیاریم تا بتونیم در مقابل گردنکشی های حکومت عثمانی بایستیم. حتما اطلاع دارید که من تنها 3 بار با دولت عثمانی جنگیدم و شکست سختی به اونها دادم. بله. و این بدون کمک صنعت توپخانه میسر نبود. قبله عالم دولت انگلستان در مقابل چه امتیازاتی را از شما طلب میکرد؟ هیچ. البته حکومت عثمانی یک دشمن مشترک بود، خطری بود که همه دنیا رو تهدید میکرد و به همین علت دولت انگلستان به ما کمک میکرد. ولی من هرگز هیچ امتیازی به هیچ کس ندادم. در واقع از اونها استفاده میکردم. بله. البته باور کردن این موضوع کمی مشکله، جسارتاً کمی مشکله. قبله عالم استحضار دارن که تا چند 10 سال پیش بیش از 1/3 جهان مستعمره و دست نشانده کشور انگلستان بود. ببین وقایع نگار، تو اگر مثل یک نوکر و دست نشانده رفتار کنی، همه مثل یک نوکر و دست نشانده به تو نگاه میکنند. و اگر مثل یک پادشاه، یک پادشاه. انتخابش با خودته. میتونی مثل نوه بیلیاقت من سلطان حسین مملکتی رو به باد فناه بدی و یا میتونی مثل شاه عباس از یک ویرانه هر دمش به دندان سجی سرزمینی از کران تا کران، از گرجستان و ارمنستان، آذربایجان، خوزستان، کربلا، نجف، بغداد، شیروان بسازی. و در مقابل چنین پادشاهی برادران شرلی تنها برادران شرلی هستند، نمایندگان کشوری که مات و مبهوت در قدرت و سیاست تو چون مریدی به مراد می نگرد. انتخابش با خود توست. حالا دیگر آفتاب غروب کرده، من باید بروم. قبله عالم
میگم اگر میل دارید تشریف بیارید بریم با هم تو استودیو تا به جانوس بگم شما رو غیب کنه. من اگر قرار بود کسی غیبم کنه که شاه عباس نمی شدم وقای نگار. بله البته میل مبارکه. گفتم فقط شاید شما نتونین راهتون رو پیدا بکنید این بره بیابونی. اگر در زمان خودم تونستم راهم رو پیدا کنم حتما در زمان شما هم پیدا خواهم کرد. نه منظورم اینه که شما این اطراف رو نمیشناسین، بلد نیستین، ممکنه گم بشین خدای نکرده. وقای نگار، گاهی آدم باید گم بشه تا اصلا پیدا بشه. با شما که اصلا نمیشه بحث کرد. حالا چرا میخوای بحث کنی وقای نگار؟ گم شدم. سلام. همونطور که احتمالاً فقط 5% شما به خاطر دارید، در هفته گذشته شاه عباس کبیر در غبار غروب گم شد و به ابدیت پیوست و من گشتاسب تاریخ الممالک در خود غروب گم شدم و خلاصه گم شدم و الان در خدمت شما هستم. این که چطور تونستم در دل سیاهی های شب و در کوه و کمر راهم رو به اینجا پیدا بکنم سوال بسیار بسیار مشکلی است که جواب بسیار بسیار ساده ای داره. صبر کردم تا هوا دوباره روشن شد. به هر حال در طول مدتی که با شاه عباس کبیر به پیکنیک سیاسی تاریخی رفته بودم اتفاقات بسیار زیادی اینجا رخ داد و مهمترینش این که این برنامه بالاخره طرفدار پیدا کرد. بله باور کنید در طول این مدت حداقل 10 نامه به ما رسید. باور کنید. میدونم گوش شما احتمالاً از این حرفا پره. لابد مرتب اینجا و اونجا شنیدید و خوندید که بله در طول هفته‌های گذشته 10 نامه محبت آمیز شما، در واقع سیل نامه‌های محبت آمیز شما ما رو غافلگیر کرد و یا 10 نامه و تلفن تشویق آمیز شما خون غیرت در رگ‌های ما رو داغ کرد و قلوب قلوب پلوب پلوب ما رو در راه پرسنگلاخ تعهد و مسئولیت رهنمون کرد و از این حرفا. ولی believe it or not این نامه ها به ما رسیده به یک دلیل بسیار ساده. اینهاش به تمامی در دستهای من است. جای شاه عباس خالی. جذابیت پنهان موفقیت. به هر حال من تصمیم گرفتم برای اینکه جای هیچ گونه شک و شبهه‌ای باقی نمونه تمام این نامه ها رو دونه دونه جلوی چشم شما و جلوی چشم 10 دوربین تلویزیونی در اینجا یکی یکی باز بکنم. خب اجازه بدین اولین نامه رو ما به حکم تصادف در بیاریم. اولین نامه از خانمی است به نام فرخلقای بله همون خانم فرخلقا، فقط اسم کوچیکو نمیشن. یه خواهش ازتون دارم، هر وقت نامه می‌نویسید لطفاً اسم فامیلتون رو حتما بنویسید، چون در غیر این صورت ما نمیتونیم به این چیزا ترتیب اثر بدیم. دومین نامه باز به حکم تصادف از باز هم خانومی است به نام فرخلقای بله احتمالاً از نامشون کپی گرفتن این خانم فرخلقا و اشتباهاً کپی رو هم پست کردن برامون. به هر حال ما به اینم نمیتونیم ترتیب اثر بدیم. اما سومین نامه باز هم به حکم تصادف از خانومی به نام خانم فرخلقا
3 خانم فراخلقا 4 فراخلقا 5 فراخلقا 6 فراخلقا بله واقعا باور کنید 10 نامه شاید بیشتر 60-70 تا نامه برمان فرستادن ولی همش از یک نفر متاسفانه از همون خانم فراخلقا. بله خانم برنامه محترم مسافر زمان بازبین فرمایند فراخلقا. برنامه عزیز مسافر زمان بازبین فرمایند خانم فراخلقا. برنامه متفاوت مسافر زمان بازبین فرمایند خانم فراخلقا. برنامه متفاوت مسافر زمان؟ Hey, that's cool. بذار اینو بخونیمش. خدا کنه انتقادی نباشه. اوه گشتاسپ عزیزم، انتقادی نیست. دور از جان خودت وصف برنامه‌ات از سیم خاردارهای زمان گذشته است و به جهان باقی شتافته است. در جهان ارواح هر روز صحبت از تو و برنامه‌ات است. شخصیت‌های تاریخی در اینجا هر یک شنبه بعد از ظهر گرد هم می‌آیند تا درباره برنامه مسافر زمان بحث و گفتگو کنند. گروهی به شدت مخالف، گروهی به شدت موافق و گروهی به شدت برنامه را ندیدند. خب به هر حال دنیای شدت هاست دیگه، چه میشه کرد؟ به هر حال گشتاسپ عزیز، مدتی است که سخت حوصله‌ام در اینجا سر رفته است. روزها در قلعه سنگباران راه میرم و برای دلتنهایی خودم آواز میخونم. دیگه امیدم از همه جا بریده است. روزم سیاه و شبم در زیر قررش تنوره‌های فولادزره دیو سپری میشود. پس این امیرارسلان نامدار چیکار میکنه آخه؟ حتما در افسانه ها خوانده اید که امیرارسلان به قلعه سنگباران حمله برد و فولادزره دیو را کشت و مرا نجات داد. بله همینطوری میگن، همینطوره. بله، تفاوت زیادی است بین تاریخ و افسانه. تاریخ مجموعه اتفاقاتی است که افتاده و افسانه مجموعه اتفاقاتی است که نیفتاده. در واقع امیرارسلان در همان حملات اولیه به قلعه سنگباران پس از اصابت چند قلب سنگ به سر نازنینش دیگه ازش خبری نشد. موضوع داره جالب میشه، قصه داره جالب میشه، فقط یه بیرون باید زیرش بدیم. بله و من ماندم و فولادزره دیو تنها و بی کس و بی پناه، همچون تک درختی تیره وقت. تک درختی تیره وقتم. این خیلی آشناس و زبان. اصلا من سیاه بختم. بله میفهمم، سیاه وقت دیگه چه وقت آخر. البته من هم به عنوان یک زن بیکار ننشستم. آنچنان اعصابی از فولادزره دیو خورد کردم که داره روز به روز آب میشه. بیچاره فولادزره دیو. خانم فراخلقا شما اینجا چیکار میکنین؟ شما چطوری اومدین اینجا؟ خانم این برنامه ما چارچوب داره آخه، صاحب داره، کارگردان داره. شما که خود نمیتونید همینطوری سرتون رو ببخشیم بنزین پایین بیاین تو برنامه ما که اولا که ما شما رو باید خودمون ظاهر بکنیم، نه که خودتون بیان اینجا. ثانیاً آخه این برنامه یک مراسمی داره ظاهر شدن، یه دودی، تکونی، چراغ روشنش خاموش کردنی. آخه تماشاچی ما شما که ظاهر شده این نمیگه مال چیه؟ فولادزره. کی؟ فولادزره دیو. دیو؟ دیو؟ بله. یا امیرارسلان نامدار. فدای مسیح آواسایت بگو اهریمنان با تو چه کردن، بگو خون در دل صد پاره کردن. بیدار باش و هوشیار ای سرزمین رستگار، آیین تو آزادگی، رستت بندگی، پاینده باشی ای وطن. ایران من، ایران من، ایسوسد آوازم بزن، آهنگ دیگر گونه من، بشکن قفس را پر بزن.
جان را فدایت ای وطن تا قله ها پرواز کن راهی به فردا باز کن بالا بلند استوار آتش نشان عشق یار نفرین به بدخواهان تو لعنت به دشمنان تو چشم بد از تو دور باد اهریمن تو کور باد آینده باشی ای وطن